تا حالا شده به این فکر کنی که چرا بعضی آدم ها بدون اینکه خیلی نابغه باشن، بدون اینکه بهترین مدرک رو داشته باشن یا حتی بدون اینکه خیلی سخت تلاش کنن، باز هم همیشه دور و برشون آدم هست، فرصت دارن، دیده میشن و انگار تو زندگی جلوترن. ولی از اون طرف آدم‌هایی رو دیدی که خیلی بلدن، خیلی زحمت میکشن، اما همیشه انگار یه چیزی کمه. اون چیزی گم شده خیلی وقتا مهارت اجتماعیه. ما از بچگی یاد گرفتیم که بهمون میگفتن درست رو بخون، تلاش کن، کارت رو خوب انجام بده. ولی کمتر کسی به ما یاد داد چطور رابطه سالم بسازیم، چطور اعتماد ایجاد کنیم، چطور خودمون باشیم و بدون اینکه طرد بشیم و چطور تو جمع‌ها دیده بشیم بدون نقش بازی کردن. واقعیت اینه که زندگی فقط مجموعی از کارها نیست. زندگی مجموعی از روابط انسانیه. ارتباط واقعی دقیقاً یعنی چی؟ بیشتر ارتباطایی که داریم در حد سلام و خداحافظیه یا نهایتاً چند تا پیام و وایس، اما ارتباط واقعی اون ارتباطیه که توش احساس امنیت داری، خودت رو سانسور نمی کنی، لازم نیست نقش بازی کنی و میدونی حتی اگه کامل نباشی پذیرفته میشی. این نوع ارتباط با حرفای قشنگ ساخته نمیشه، با بودن کنار هم ساخته میشه. نکته بعدی تجربه مشترکه، قلب ارتباط انسانی. ارتباط وقتی عمیق‌تر میشه که با هم یک مسیر رو میرید، با هم اشتباه میکنید، با هم یاد میگیرید یا حتی با هم شکست میخورید. برای همینی که دوستای قدیمی محکم‌ترن، هم‌تیمی‌ها به هم نزدیک میشن، آدم‌هایی که یه سختی مشترک داشتن پیوند عمیق‌تری دارن. تجربه مشترک چیزی رو میسازه که با 1000 پیام ساخته نمیشه. نکته بعدی اعتماده. چطور ذره ذره ساخته میشه؟ اعتماد یک شبه به وجود نمیاد، یک فراینده. اعتماد یعنی حرفت قابل پیش بینیه، رفتارت ثابته. وقتی نیستی پشت آدما حرف نمیزنی و وقتی اشتباه میکنی مسئولیتش رو میپذیری. اعتماد وقتی ساخته میشه که طرف مقابل بفهمه میتونم به این آدم تکیه کنم. نکته بعدی مرز داشتنه، نشانه بلوغ اجتماعی. خیلی‌ها فکر میکنن مرز داشتن یعنی سرد بودن یا یعنی بی‌محلی، اما مرز داشتن یعنی خودت رو میشناسی، نیازهای خودت رو جدی میگیری و ارزش خودت رو میدونی. وقتی همیشه در دسترس باشی، وقتی همیشه خودت رو قربانی کنی، رابطه عمیق‌تر نمیشه، فرسوده میشه. نکته بعدی ارتباط در دنیای دیجیتاله. ما بیشتر ارتباط هامون آنلاین شده، اما آنلاین بودن یه مشکل بزرگ داره. احساس منتقل نمیشه، فقط کلمه منتقل میشه. برای همینه که سوء تفاهم زیاده، زود قضاوت میکنیم و راحت دلخور میشیم. مهارت اجتماعی تو فضای دیجیتال یعنی چی؟ هر پیامی نیاز به جواب فوری نداره، هر سکوتی بی احترامی نیست و هر سین نشدنی نشونه بی اهمیتی نیست. نکته بعدی رهبری اجتماعی از کجا شروع میشه؟ رهبر اجتماعی کسی نیست که بلندتر حرف میزنه، کسیه که به بقیه فضا میده، شنونده خوبیه، جمع رو امن میکنه، حتی توی جمع ساده. کسی که باعث میشه همه دیده بشن ناخودآگاه رهبر میشه. مهارت اجتماعی مثل نواختن سازه. اولش صدای بدی داره، بعدش خجالت میکشی، ولی اگه تمرین کنی کم کم موسیقی خوبی ازش در میاد. هیچ کس با استعداد ذاتی ارتباط به دنیا نمیاد، همه تمرین میکنیم. یک مثال خیلی ساده، الگوهای دلبستگی چیزهاییه که تو بچگی یاد گرفتیم و هنوزم باهامونه. انگیزه اجتماعی، همه دنبال امنیت و توانمندی هستند. و در آخر انعطاف اجتماعی، بدونی کجا شوخی کنی، کجا گوش بدی و کجا ساکت باشی. بریم سراغ جمع‌بندی. اگه مهارت اجتماعی رو یاد بگیری، رابطه‌هات عمیق‌تر میشن، فرصت‌ها بیشتر میشن و خودت رو بهتر میشناسی. ارتباط خوب ساختنیه، نه ذاتی، نه شانسی. اگه تا اینجا اومدی یعنی برات مهمه و این یعنی تو مسیر درستی.
اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک کن، کامنت بذار و اگه خیلی خوشت اومد سابسکرایب کن. مرسی که تا اینجا اومدی.